أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث 497. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین، در کتاب ریاض الصالحین حدیث در زیر حدیث 497 میگوید: و عن خالد ابن عمیر العدوی قال، یعنی که از خالد ابن عمیر عدوی رحمه الله روایت است که گفت: خطبنا عتبة ابن غزوان، یعنی سخن گفت ما را، سخنرانی کرد برای ما، میگه عتبه ابن غزوان. و کان امیرا علی البصره، و بود میگه در همون زمانی که خطبه کرد امیر بر بصره، یعنی که امیر شهر بصره بود. فحمد الله و اثنى علیه، پس میگه حمد گفت الله تبارک و تعالی را، و اثنى علیه یعنی ثنا گفت بر الله سبحانه و تعالی. ثم قال، بعد گفت: اما بعد، بعد گفت اما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، میگه گفت پس هر آینه دنیا قد آذنت واقعا خبر دادگی هست یا خبر میدهد بصرم، یعنی که از به پایان رسیدنش، یعنی از فانی شدنش، از به آخر رسیدنش دنیا خبر میدهد. و ولت حذاء، و میگذرد حذاء یعنی تیز، سریع دنیا میگذرد. ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها. ولم يبق منها یعنی باقی نمانده است از دنیا، الا صبابة مگر به اندازه یک انگشت، كصبابة الاناء به مثل یک انگشتی اینایی که یتصابها صاحبها، یعنی که می نوشد وی را صاحبش، یعنی که میگه دنیا باقی نمونده است مگر اینکه به اندازه یا سبابه، یعنی انگشت که یک تهمانده طعام، یعنی که وقتی طعام میخرید تاش یا کم کم میموند، دنیا نه همون قدر میگه باقی موندگی است. که سبابت اینا به مثل باقی موندن طعام در داخل ظرف، در داخل طبق. یا تصابها صاحبها، می نوشد اون رو صاحب، یعنی میخردش به یک بگم فرد کشیدن، یا که به یک دست دراز کردن اون رو میگیره دیگه تمام میشه. میگه دنیا همین قدر دیگرش موندگی است. و انکم منتقلون منها الى دار ولا زوال لها. و انکم و هر آینه میگه شما منتقلون یعنی انتقال پیدا میکنید، میروید منها از این دنیا الى دار به دنیایی که لا زوال لها اون فانی شونده نیست، یعنی به دنیای میروید که اون فانی نمیشود. فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، پس میگه که فانتقلوا یعنی پس شما کوچ ببندید، پس انتقال پیدا بکنید، بروید بخیر ما بحضرتکم، با بهترین چیزهایی که در نزدتان هست. بحضرتکم یعنی که در نزد شما هست، انا همون بهترین چیزها را بگیرید و از این دنیا یعنی کوچ ببندید. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. میگه فإنه پس هر آینه قد ذکر لنا واقعا میگه گفته شده است برای ما، ذکر کرده شده است، یعنی گفته شده است برای ما، ان الحجر یلقى من شفیر جهنم، هر آینه سنگ پرتافته می شود از لب جهنم، یعنی که از بالای جهنم یک سنگ می پرتویند. فیهوی فیها 70 عاما، پس سقوط میکند، یعنی که بگیم آویزان می رود در اون 70 عاما 70 سال، یعنی 70 سال در حالت حرکت است اون سنگ. بعد 70 سال بعد در زمین میرسه. میگه لا یدرک لها قعرا، یعنی 70 سال میرود و لا یدرک لها یعنی نمیرسد در اون جهنم، قعرا یعنی که به عمقش به زیرش رفتن نمیرسد. یعنی اینقدر جهنم کلان و وسیع هست، چقدر هست که 70 سال سنگی پرتافتگی
بگیم در اون حرکت میکنند. پیشتر در این به این معنا یک حدیث را خوندگی بدیم. والله لتملأن، میگوید که قسم به الله تبارک و تعالی، لتملأن، حتما پر میشود انا همون جهنم. همون جهنم با همین پوریش، با همین چقری و بگیم همین قدر چقر بودنش، حتما میگه پر میشود. یعنی که از ظالمان و از عاصیا و سرکشا اون جهنم پر کرده میشود. افعجبتم، اگه میگه آیا شما تعجب کردید، آیا شما تعجب کردید. ولقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مصارع الجنة مسیرت 40 عاما. میگه ولقد، و واقعا ذکر شدگی است برای ما، گفته شدگی است برای ما، ان ما بین مصراعین من مصارع الجنة، دو بین دو در از درهای جنت، مسیرت 40 عاما، یعنی که به اندازه 40 ساله مسافه هست. مسیرت یعنی که مسافه که به اندازه 40 عام هست، یعنی که 40 سال است. ولا یأتین علیها یوم، و فرا می رسد بر ان همین مکان روز فرا می رسد بر همین مکان، و هو کضیض من الزحام، و ان همون پر است از زحمت و از زحام، یعنی که از پرابکه بگیم، از مردم بسیار جمع شوی، یعنی که مردم چنان جمع شدن. 40 ساله راهی که بین دو مصراع از مصراعهای جنت هست، یعنی که دری از درهای جنت داخل شوی، مکانهای داخل شوی از مکانهای داخل شوی جنت، انا همون جایها میگه همه پر میشود از زحمت، از بسیار بودن مردم. ولقد رأیتنی سابع سبعة مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولقد رأیتنی یعنی واقعا به یاد دارم، رأیتنی که یاد دارم، فکر میکنم بگم در یادم هست. سابع سبعة یعنی که هفتمین تن از هفتگانگان بودم. سابع سبعة یعنی هفتمین کس از هفتگانگانی که مع رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، همراه همون بودم. یعنی که 7 کسی که با رسول الله بودن، یاد دارم میگه که از همون 7 کسه بودم. ما لنا طعام الا ورق الشجر. ما لنا طعام یعنی ما 7 نفره با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نداشتیم طعام، یگان خوراک نداشتیم، الا ورق الشجر، مگر برگ درخت. فقط میگه برگ درخت داشتیم برای خوردن. حتی قریحت اشداقنا، میگه یعنی که تا این که قریحت یعنی که زخمی شد، یردار شد، اشداقنا دو بری دندان هایمونه، دو گوشتی که در بری دندان هست، انا همون دو برهای دندان همون میگه یردار شد، یعنی که از خوردن این برگ درخت را. فالتقطت بردتن، پس میگم من یافتم یک جامعه را، یک لباس را، فشققتها بینی و بین سعد ابن مالک، پس تقسیم کرده میگوید همون جامعه پیدا کردگی هم را بین خودم و بین سعد ابن مالک، یعنی یک جامعه که یک لباس را یافتیم، 2 کس میگه تقسیمش کردیم. فتزرت بنصفها، پس میگه من ازار یا شلوار کردم، شلوار ساختم، میگه نصفی همون جامعه یافتگی مونه، نصف من ازار گرفتم. و تزر سعد بنصفها، و نصف دیگرش سعد ابن مالک میگه ازارش کرد. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح امیرا علی مصر من الامصار، یعنی که میگه پس صبح نمیکرد آن روز را یکی از ما، مگر اینکه صبح میکرد امیر بر مصر از مصر. یعنی چی؟ یعنی خلاصش که یعنی ما در اون زمان هر دویمان شب و روزمون میگذشت، ما امیر بودیم، هم که سعد ابن مالک و هم عتبه ابن غزوان، هر دیما میگه امیر بدیم، فهمو؟ هر دیما میگه امیر بدیم، میگه حتی ده امیر یعنی یا لباس گرفته تقسیم کردن و برای خودشون ازار یا شلوار کرده میپوشیدن. و این اعوذ بالله ان اكون فی نفسی عظیما،
و اینی و هر آینه من میگوید اعوذ بالله پناه طلب میکنم به الله تبارک و تعالی ان یکون فی نفسی عظیما اینکه باشم من در نفس خودم بزرگ، یعنی در نفس خودم خود ما بزرگ شماریده است باشم، یعنی من از الله تبارک به الله تبارک و تعالی از این پناه طلب میکنم و عند الله صغیرا و در نزد الله صغیر باشم. از این میگم من پناه طلب میکنم که یعنی که نفس خود ما بالا گرفته ایستاده باشم. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این بعضی کلمه ها را میارد که اینها را کلمه هاش را گفتیم. آذن تو یعنی که اعلان میکند، خبر میدهد و خلاصه به توجیه که این کلمه ها را گفتیم دیگر احتیاج به خواندنش نیست. بعد از این حدیث 498 و عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، و میگوید از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت اخرجت لنا عائشه رضی الله عنها کساء و ازارا غلیظا. اخرجت یعنی برآورد برای ما، یا میتونم بگیم که نشان داد ما را عایشه رضی الله عنها، ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها، کساء و ازارا یک پیراهن و یک ازار رو غلیظا، میگه اون پیراهن و اون ازار میگه غلیظ بود، یعنی درشت بود، سخت بود. قالت، بعد میگه حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم فی هذین، یعنی وفات کردگی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در ان همین دو لباس، یعنی که همین پیراهن و همین ازار غلیظ و سختی که بود رسول الله همین را میپوشید و با همین وفات کردگی هست. متفق علیه، حدیث متفق علیه هست. بعد از این حدیث 499 و عن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه قال، یعنی از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که گفت اینی لاول العرب رمى بسهم فی سبیل الله، میگه هر آینه من از اولین عرب های هستم که رمى بسهم فی سبیل الله تیراندازی کردگی است در راه الله تبارک و تعالی، یعنی یکمین عربی که تیر پراندگی است در راه الله میگه من هستم. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبلة و هذا السمر، و میگه که ولقد كنا واقعا بودیم ما نغزو یعنی جهاد میکردیم ما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لنا طعام، یعنی ما طعام نداشتیم، خورد و خوراک نداشتیم، الا ورق الحبلة مگر اینکه برگی درخت حبله یا برگی امون میوه بگیم علفی که در ادیر هست، علف حبله، میگه از همون فقط از برگ همون ما استفاده میبردیم. و هذا سمر، و همچنین از این سمور و حبله اینها هر دویشان میگن از درختای ادیری هستن، از خارهایی که در ادیر میبرویان انا همون هستن. یعنی که میگه که خورد و خوراک ما از برگ حبله و سموره بود. حتی اذا کان احدنا لیضع کما تضع الشاة ما له خلط، میگه تا اندازه ای که یعنی که ما وقتی میگه برگ میخوردیم میگیم برگ خوردیم میگه این کان احدنا لیضع کما تضع الشاة، اگر یکی از ما میگه لیضع یعنی که میگذاشت یعنی مقصد بگیم حمام میرفت، دشت میکرد، وقتی که دشت میکرد میگه کما تضع الشاة، یعنی که این دشتش به مثل دشت حیوان بود میگه، فهمو دشت گوسفند بری بود میگه. ما له خلطون، یعنی که اون به یکدیگر نمیچسبید. لا یختلطو بعضه ببعض، یعنی که بعضش به بعض دیگرش میگه نمیچسبید. برای چی؟ به خاطر ای قاق بودنه، از قاق بودن میگه اون نجاستایی که میگه می برآمد حتی با یکدیگر نمیچسبیدند. خب متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 500 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، یعنی که گفت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد که اللهم ای بار الها اجعل رزق آل محمدین، یعنی قرار بده بگردان رزق آل محمد صلی الله علیه و سلم را قوت، قوتن یعنی که به اندازه 100 رمق. در پایش هم میگه که قال اهل اللغت معنی قوتن ای ما یسد الرمق، یعنی آن چیزی که به اندازه بگردان که یسد الرمق، یعنی میبندد رمق را، یعنی که آخرین نفس را میبندد، یعنی همین قدر بگردان. یعنی چی؟ یعنی که رزق آل محمد را زیاد نگردان که خیلی زیاد باشد، همین قدر باشد که همین روزش خلاص شد، یعنی که همین روز وفاتش باشد، آخرین طعامش را بخورد و جان به حق تسلیم بکند. یعنی رزق آل محمد به همین اندازه باشد، به اندازه آخرین نفسش خورد، بعد از وفاتش یعنی دیگر رزق باقی نماند، مال بعدش باقی نماند. این حدیث متفق علیه است. پس این است حدیث 500. بعد از این حدیث 501 دیگر این حدیث 501 ماشاءالله حدیث طولانی است، این انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.